خب ضمن عرض سلام خدمت همه شما دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با یک پروژه رایگان ایردراپی دیگه. بچه‌ها هدف از این پروژه ها اینه که شما بتونید باهاشون یک سرمایه اولیه نسبتا خوبی برای خودتون به دست بیارید و آماده کنید. یعنی اگر بالای $100 $200 سرمایه دارید، حالا اگر خواستید این پروژه ها رو بزنید وقت داشتید، ولی زیاد روشون مانور ندید. اما دوستانی که زیر $100 $200 سرمایه دارن حتما از این پروژه ها استفاده کنن. حالا ما یکی دو تا سه تا چهار تا 5 تاشون رو بهتون معرفی میکنیم و حال یکیشون هم بگیره جبران همشون رو میکنه. بچه‌ها اسم این پروژه، اسم سایتش که getgrass هست. حالا اسم پروژه به طور خلاصه ما بهش میگیم گراس. ببینید اگر بخوام کاری که این پروژه انجام میده رو بهتون بگم، این پروژه مازاد پهنای باند اینترنتتون رو در ازاش بهتون پوینت میده. خیلی ساده. بنابراین هر چقدر که در واقع شما سرعت اینترنتتون بیشتر باشه، اون وقت پوینت های بیشتری هم میگیرید. بچه این سایت صفحه اصلی این پروژه هست، همونطور که میبینید. این اون بخشی است که حالا اگر بهش لوگین کنید باش مواجه میشید. حالا جلوتر بهتون نشون میدم. این مجموع امتیازات هست، این روزها و امتیازاتی که هر روز گرفتیده و این هم امتیازاتی که تو اون روز حالا این عزیز گرفته. و عرض کنم به خدمتتون که پروژه‌ای هست که به نظر میاد ایردراپ خوبی داشته باشه و به نظر میاد ایردراپش رو بتونه عملی کنه و واقعا بده تا چند وقت دیگه. هر چقدر زودتر اگر تونستید بزنید بهتر هست. بچه فقط نکته‌ای که راجع به این پروژه وجود داره اینه که یه مقدار شاید سایتش بعضی وقتا اذیتتون کنه. شاید مثلا این اوپن داشبورد رو که میزنید یه خورده دیر بالا بیاره. واسه همین من از قبل زدم که اینجا حالا با وقتمون سر این چیزا گرفته نشه. اما شما خودتون یه مقدار اگر کلنجار برید باز میشه. مثلا من اینجا از قبل زدم، این صفحه ساینینش به این شکل هست. بچه اینجا یوزرنیم پسورد هست که میزنید و عضو سایت میشید و عضو که شدید با یک همچین صفحه‌ای مواجه میشید. بچه یک همچین صفحه‌ای است که اول که شما عضو میشید این عددها صفر هست، هر دوی این عددها صفر هست و اینجا هم کانکتد نیست. یک کانکت نوشته که باید اون کانکت رو بزنید. اون کانکت رو که بزنید یک اکستنشن هست که فقط هم مربوط به گوگل کرومه. پس بنابراین این پروژه رو فقط با گوگل کروم بزنید. یعنی ترجیحاً با گوگل کروم بزنید. با گوگل کروم راحت تر میتونید انجامش بدید. اون اکستنشن رو که دانلود کنید، من اینجا براتون میزنم، یا گراس اکستنشنی هست که من دانلود کردم و این اکستنشن رو که دانلود کنید و کانکت رو بزنید وصل میشه و دیگه خیلی راحت میتونید پروژه رو انجامش بدید. و کانکت هم که بشه بهتون امتیاز میده و این رفرش رو هم که بزنید امتیازاتتون هم آپدیت میشه. بچه رفرال هم اگر بتونید به کسی بدید روی امتیازاتتون تأثیر داره. حالا ما کد رفرال خودمون رو هم میذاریم براتون و در آخر از بین این رفرالایی که جمع شده بین خودتون قرعه کشی میکنیم. اما در کل که شما هم اگر بتونید رفرال خودتون رو بدین به بقیه، به هر حال براتون پوینت اضافی میاره. نکته‌ای که راجع به این پروژه وجود داره این که حالا اینجا الان میبینید 1 روز و 18 ساعت و 52 دقیقه در واقع هستش که این داره کار ماین رو انجام میده و به اصطلاح داره از اون اینترنت مازاد پهنای باند استفاده میکنه و 3200 امتیاز هم گرفته. نکته که هست اینه که حتما باید به 100 ساعت برسید. یعنی باید این بشه 4 روز و 4 ساعت. هر چقدر بیشتر بشه بهتره، اما حداقل حتما باید به 100 ساعت برسید. و توی این بخش رفرال پروگرام که حالا گفتم سایتش مقدار بعضی وقت گیج میزنه، الان اینجا باید سریع می آورد که نیورد. این بخش رفرال پروگرام هم نشون میده به شما که در واقع اون کسایی که حالا رفرال شما رو زدن وضعیتشون به چه شکل هست. بچه‌ها نکته دیگه من دیگه نمیبینم که راجع به این پروژه بخوام بگم. اینجا هم که بله حالا این سایت هم که رفت، ولی خب یکی دو بار ریلود کنین خوب شد. اتفاقا الان میتونید ببینید که خود ما چجوری باش طی میکنیم. این ریلود رو بزنید خودتون متوجه میشید که حالا یه مقداری بعضی وقتا اذیت میکنه ولی در نهایت وصل میشه. بچه نکته‌ای که وجود داره اینه که سعی کنید با لپتاپتون این پروژه رو بزنید، به خاطر اینکه با لپتاپ بهتر میشه. یا لپتاپ یا سیستم پی سی اگر دارید بهتر، به خاطر اینکه با لپتاپ و پی سی بهتر میشه انجامش داد و توی گوشی مقدار سخت میشه. و سعی کنید که فیلتر شکنی قطع و وصل نشه این وسط، به خاطر اینکه همونطور که میبینید این شکلی اینترنت قطع میشه. و حتما هم لپتاپتون روشن باشه، رو حالت اسلیپ نره. حالا برای این کار نکته جانبی هم بگیم، اینجا اسلیپ رو سرچ میکنید
تا این بیاد این اسلیپ رو سرچ میکنید و همه رو میذارید روی نور. همونطور که میبینید همه رو میذارید روی نور. یه حالتش مربوط به زمانی که تو شارژه، یه حالتی هم که مربوط به خود باتری. همه رو میذارید روی نور، اسکرین و اسلیپ همه نور. و به این ترتیب حالا ما یه رفرش دیگه کنیم تا این سایت بیاد دوباره. و به این ترتیب میشه که شما لپتاپتون روشن میذارید. حالا میتونید کار دیگه هم باش انجام بدید ولی خب قطعش نکنید این سفر. حالا تازه حتی الان هم که میبینید مثلا سایت بالا نمیاد، ولی خب داره کار استخراج رو انجام میده. یعنی 3283 5 دقیقه دیگه نگاه کنید، باز اگر حتی سایت نیاد هم عدد بالاتر رفته. همین بچه. حالا یه بار دیگه این سایت رو ما فقط بتونیم بیاریم که رفرال رو به شما نشون بدم. بخش رفرال رو خیلی خوب میشه. پس فراموش نکنید که حتما با گوگل کروم بزنید. من یه بار دوباره مجدد بزنم اوپن داشبورد رو. خب بچه‌ها من یه چند باری امتحان کردم، بعد دیدم نشد، یکی دو دقیقه وایسادم، دوباره امتحان کردم و همونطور که میبینید دوباره برگشتیم به صفحه اصلی سایت. بچه‌ها این رفرال رو ما میزنیم. رفرال هم میبینید به این شکل هست که حالا اینجا مثلا 46 امتیاز فقط بابت اون دوتا رفرالی که بوده داده به این اکانت. و حالا شما هر چقدر بیشتر رفرال بگیرید و هر چقدر اون آدم ها بیشتر یعنی ساعت های بیشتری رو صرف کنن و امتیازهای بیشتری بگیرن، به شما هم امتیاز بیشتری میده. اینجا هم یک کلیم هست که هر بار میزنید و ریواردتون رو دریافت میکنید. بچه ها کلیتش همین هست. حالا اگر باز نکته‌ای بود میتونید توی دایرکت از ما بپرسید و اینجا هم رفرش رو بزنید میبینید که امتیازاتتون هی زیاد میشه. اگر خاطرتون باشه 283 بود، یعنی 3283 بود اون لحظه امتیاز. میبینید که توی این چند دقیقه هم امتیاز رو بهتون میده، ولی خب حالا سایت قطع میشه دیگه. و اینجا هم که مدت زمان نوشته 1 روز و 19 ساعت. همین بچه‌ها، شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا یه پروژه دیگه. فعلا خدا نگهدار.